سلام تماشابینان شبکه اگروتک تیجی، با شما من یوسف عزیزов. آیا در تاجیکستان محصولات دارای GMO وجود دارد و چقدر اون به حیات انسان ضررآور است؟ برای آنکه به ما عباره GMO معلوم شود، همین را باید دانست که ژنتیکی مودیفیцирований ارگانیسم GMO این به طور صنعی در لابراتوریا یعنی آزمایشگاه ها تغییر دادن گن محصولات و ارگانیسم ها با راه وارد نمودن گن دیگر از ارگانیسم های زنده به دست می آید. این آزمایش ها اصلا در محصولات های خارج قشلاق و صنعت خوراک گذرانده می شود. در نتیجه گن این محصولات دیگر گشته رستنی ها به کسلی ها، حشرات های ضررآور، خشکسالی، بارش زیاد و دیگر عامل های تاثیررسان تاب‌آور می گردند. آیا این به سلامتی انسان ضررآور است یا نه؟ در پایان مختصر معلومات میدیم. با ما باشید. اگر شما تا حال به کانال اگروتک تیجی ابونه نشده باشید، ابونه شوی و لایک ماندن را فراموش نکنید. برای آنکه به شما نافهمان نشود، من در پایان GMO گفتم میگذارم. عالمان دانشگاه اگراری تاجیکستان در آن عقیده‌اند که در بازارها و سوپرمارکت های تاجیکستان محصولات دارای GMO وا میخورد. لیک چنانی که آنها میگویند این مسئله را نظارت برده نمیتوانند، چون که قانونگذاری در تاجیکستان عاید این مسئله ضرور یگان قانون قبول کرده نشده است. در تاجیکستان تا حال معیار GMO در محصولات ها معین کرده نشده است. در مملکت های زیاد معیار GMO در محصولات معین کرده شده، با قانون های خود آن را قانونی کردند و کسی نمیتواند که این معیار را رعایت نکند و استحصال کنندگانی که از معیار زیاد GMO در محصولاتشان وجود دارد، این محصولات ها را به مملکت هایی که این مسئله نظارت نمی شود وارد می کنند. مثلا در مملکت ژاپنیا معیار GMO در محصولات ها تا 5%، اروپا نه زیاده از 0 از 9%، امریکا نه زیاده از 10% معین کرده شده است. در روسیه باشد قانون قبول شده است که اگر معیار GMO در محصولات از 0 از 9% زیاد شود، استحصال کننده باید حتما در برجامه مقدار GMO را درج کند. از این رو اگر شمایان در بازار یا سوپرمارکت های روسیه محصولات خوراک خریداری نمایید، حتما به این مسئله دقت جدی دهید و سلامتی خود را حفظ کنید. موافق رگلامت تکنیکی معین شده در تاجیکستان حتما در محصولات های دارای GMO داشته باید مارکیروفکا عاید داشتن GMO در ترکیب محصولات درج کرده شود. لیکن سبب که معیار حتمی به خطری GMO در محصولات در تاجیکستان معلوم کرده نشده است، به کشور محصولات های دارای از معیار زیادی GMO همروزه داخل می شود. چقدر که کارشناسان میگویند در تاجیکستان نیز محصولات های دارای GMO داشته در محصولات های خارج قشلاق در تخمی، خوراک چاروا و محصولات های علاوگی برای استحصال محصولات خوراک که وارداتی است استفاده برده می شود. همین طور شهروندان کشور همروزه از محصولات های دارای GMO داشته در خوراک خود استفاده می برند. تا امروز در جهان 168 لینیا یعنی نمود GMO در استحصالات محصولات خارج قشلاق به قید گرفته شده است. محصولات های اساسی که گن‌هایشان عوض شده است این در سویا، لوبیاگی 13 نمود، جگوری 43 نمود، پخته 22 نمود، رپس 22 نمود، کارتوشکا 22 نمود، برنج 9 نمود، پامیدور 8 نمود و گندم 7 نمود. چنانه که می‌بینیم اساساً در محصولات های اساسی سرطلبات که مردم به این محصولات ها نمیتوانند زندگی خود را پیش برند، برای گرفتن فایده زیاد گن ها عوض کرده می شود. در بسیار از مملکت ها روی خط رستنی ها با عوض گن پرورش شونده تصدیق شده است و در این روی خط کارتوشکا هم درآورده شده است. تاجیکستان در این مسئله حال و موقع خود را معلوم نکرده است. سوال به میان می آید که از چه سبب این گن محصولات ها را دیگرگون می کنند؟ اولا برای گرفتن فایده زیاد. دیگر کردن گن‌های رستنی ها که برای غذای هر روزه استفاده می شود، دیگرگونی جسمی به این رستنی ها می دهد. این رستنی ضد حشرات های ضررآور به قوت می شود و حشرات ها به آنها ضرر رسانیدن نمی توانند. این چنین به مقابل گربیسید ها نیز به قوت می شوند و چنانی که می دانیم گربیسید خود یک داروی شیمیایی زهرآگین بوده برای نصب کردن رستنی های بیگانه استفاده می شود و در حالت پاشیدن گربیسید دیگر رستنی های بیگانه خشک می شوند ولی رستنی اساسی ضرر نمی یابد. این زهر گربیسید نیز در حاصل رستنی باقی می ماند. در این حالت خراجات ها کم می شود، حاصل زیاد می شود، صفت ظاهری محصولات خوب می شود، رستنی تیز انکشاف می یابد
و با کسلی‌ها و با دیگرگونی اقلیم نیز تاب‌آور می‌شوند. سال 2017 میدان عمومی رستنی‌های بیوتکنولوژی از جمله با عوض نمودن گن 200 میلیون گکتار را تشکیل داد و در 28 مملکت دنیا این محصولات کش کرده شدند. از استفاده این متد خراجات فرمرها نزدیکی 69% کم گشته آنها فایده زیاد می‌گیرند. آیا استعمال این محصولات به انسان ضرر دارد؟ تا حال از طرف عالمان علما اثبات نشده است که استعمال این نمود محصولات به سلامتی ضررآور میباشد و عالمان میگویند که اگر معیار گمیا در محصولات به معیار ضروری باشد استعمال آن ضررآور نیست، ولی از معیار زیادش را آنها توصیه نمیدهند. ولی اگر به آمار بیماری‌های سالهای اخیر نظر کنیم به چشم عادی نیز معلوم می‌شود که مقدار آدمان کسل خیلی زیاد شده، کسلی‌های نو پیدا شدند که تا حال آدمیت آن را نمی‌دانست و بسیار از کسلی‌هایی که در پیرانسالان دیده می‌شد حالا در جوان‌ها نیز بسیار دیده می‌شود. مشکلی جهانی دیگر فربهشوی نیز مردم را اذیت می‌دهد. اگر شما خواهید که از محصولات‌های اکولوژی تازه استعمال کنید می‌توانید از این چند مصلحت استفاده برید. محصولات‌های تماما از جهت اکولوژی تازه در برجامه‌شان 100% ارگانیک یا ارگانیک نوشته می‌شوند که استحصال کننده کفالت می‌دهد که محصولات تماما تازه می‌باشد. اگر نوشتجات بیز گمیا و یا نو گمیا بخورید دانید که این محصولات گمیا دارد و معیارش تا 0.9% را تشکیل می‌دهد. این چنین محصولات گمیا داشته نمود ظاهری زیبا دارد و حتی خال هم ندارد. همه میوه‌ها یک اندازه داشته دیر باز ویران نمی‌شوند، لیک مزه ضروری را ندارند. مثلا اگر بر رستنی گن باکتری باکیلوس ilova کرده شود در رستنی تکسین پیدا می شود که اگر حشرات به این سبزوات چیند هلاک می شود. اگر شما بینید که سبزوات رو حشرات یا کرم خورده است پس دانید که این سبزوات تازه می باشد. معلومات های حیران کننده در این ساحه وجود دارند که عالمان نوع پمیداری در خنوکی تاب‌آور را با گن کمبل یکجایی کرده، گندمی به خشکی تاب‌آور را با گن کژدم و باز پمیدار را با گن قورباغه یکجایی کرده نوع‌های نو این رستنی ها را به دست آوردند. چه چاره ها را دیدن لازم است که محصولاتی از جهت اکولوژی تازه در مملکت از بین نرود. بادرینگ و پمیداری که در کشور کش کرده می شود اگرچه از جهت حاصلناکی از نوع‌های خارج پس باشد هم لیک بسیار از جهت اکولوژی تازه و خوش‌طعم می باشد و از ویتامین ها بای است و صرف مبلغ را دریغ نداشته به سلکسیون این نوع‌های تهجایی تاجیکی مشغول باید شد و پارلمان را می باید که قرار ضروری را واحد معیار گمیا در کشور معین نموده قرارهای لازمه قبول نماید تا واردات محصولات ها زیر نظارت گرفته شود. اینچنین در وقت خرید سبزوات، میوه و خوراکواری با کد شتریخ محصولات حتما اهمیت دهید. اگر شتریخ کدها با رقم های 3 و 4 سر شود پس در وقت استحصال این محصولات از داروهای شیمیایی و پستیسید و گربیسید بسیار استفاده شده است. اگر توانید از این محصولات ها خریداری نکنید. اگر شتریخ کد 5 رقمه با رقم های 9 سر شود پس دانید که این محصولات با متدهای بابیگی 1000 ساله پرورش شده است و 100% استعمال آن اجازه داده می شود. اگر شتریخ کد 5 رقمه با رقم 8 سر شود پس این محصولات پورا گمیا دارد و در استعمال آن احتیاط شدن لازم است. محصولات هایی که اصلا عالمان در اون گن های دیگر جانوران را علاوه میکنند اساسا این محصولات هایند. محصولات های شیری و گوشتی به حیوان ها برای زیاد شدن شیر گرمان های ژنتیکی وارد میکنند که گاو شیر زیاد میدهد و این را در استحصال شیر زیاد استفاده میبرند و معلوم میشود که همه محصولات های شیری، مسکه، شیر، قیماق، یخماس، پنیر و دیگر محصولات های شیری مقدار زیادی گمیا وجود دارد. خوراکی که خود گاو استعمال میکند به مانند یونچقه و جوگاری اگر گمیا داشته باشد این گن ها با واسطه خوراک به گاو میگذارد و گوشت گاو نیز گمیا دار میگردد. تماکو خود رستنی میباشد که حشرات های زیاد به وی زیان خود را میرسانند. از همه ضررآور این حشرات برگ پیچانی تماکو به حساب میرود که در برگ تماکو تخم میگذارد و نیست کردن آن دشوار است. برای همین عالمان در لابراتوری ها به تخم تماکو گن دیگر ارگانیسم های زنده را میگذارانند. ضرری آن از ضرر زهرخیمیکات های به مانند گربیسید و پستیسید کم نیست. در تاجیکستان از دروژهای خطایی استفاده می شود که در داخل آن نیز گمیا از معیار زیاد وجود دارد. عموما این دروژ در ترکیبش باز ماده های زیادی ضرر آور دارد که به سلامتی انسان ضرری کلان دارد. نصیب باشد در این باره یک نوار دیگر میکنم.
چیزی که در بالا گفتیم در کارتوشکا نیز در لابراتوری و گن‌های دیگر ارگانیسم‌ها وارد کرده می‌شوند. اگر توانید شما از خوردن فری و چیپسی که از کارتوشکا تیار می‌شود خودداری کنید و با کودکان خود نتیید. عموما در ترکیب این محصولات‌ها به غیر کارتوشکا دیگر محصولات‌های ضررآور زیاد است. اگر شما خریدار کارتوشکا شدید حتما از کارتوشکای آمریکایی، گلندی و پاکستانی خریداری نکرده حتما کارتوشکای تاجیکستان را خریداری کنید چون که آن از جهت اکولوژی تازه می باشد. در حقیقت بسیار از محصولات‌ها با مانند قند و شکر، پمیدور، روغن‌ها، محصولات لوبیایی و مانند سوی، برنج استحصال خیتای و دیگر دینکشان با واسطه داخل کردن گین دیگر ارگانیسم‌های زنده دیگر کرده می شود. بله شما گفته می توانید که پس چی را استعمال کنیم؟ لیکن من میگویم یک بار به اطراف خود نگاه کنید چقدر آدمان از هر گونه کسلی‌ها رنج میکشند. پس ما باید چی خوردنمان را نظارت کنیم. گذشتن وقتا که با استحصال کننده و فروشنده باوری بود. سلامتی هر یکی ما در دست خودمان است. اول خصوص کودکان را باید از این خوراک‌ها حفظ کرد. باقی در امان خدا تنصیحت باشید و با کانال یک را تختیجی آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید.